جیمز واردر در زمینه‌های مختلف سیاست، تاریخ، فلسفه و علوم تخیلی آثار بسیار با ارزشی رو خلق کرده. یکی از کتاب‌های این نویسنده کتاب پارسیان هستش. در این کتاب اومده در مورد تاریخ ایران از قبل از تشکیل اولین و بزرگترین امپراتوری ایرانی تا زمان فروپاشی و شکست این امپراتوری یه سری اطلاعاتی رو به ما داده. در مورد دستاوردهای این امپراتوری، نبوغشون در کشورداری، یافته‌های باستانشناسان زندگی روزانه مردم ایران باستان، زندگی روزانه دربار شاهی، یه سری اطلاعات رو به ما داده. برای کسانی که به دنبال یک کتاب تاریخی مختصر، مفید، پربار در مورد دوره هخامنشی هستن و حوصله خوندن کتاب‌های پرحجم رو ندارن، این کتاب به شدت توصیه میشه. امیدوارم که معرفی کتاب شما رو ترغیب کنه به خوندن این کتاب، تهیه کنید، بخونید و ازش یاد بگیرید.